بار دیگر سلام عرض میکنیم خدمت شماست. میرزازاده غالبشاه دوامی رقابت‌های روز سوم گرند اسلم دوشنبه را شرح و توضیح خواهم داد. اکنون توجه میکنیم به رقابت نوبتی وزن تا 100 کیلوگرم، آنجایی که اکنون جهانگیر مجیدوف در مقابل نماینده کشور بریتانیای کبیر ماکس گریگوری قرار دارد و اکنون این ثانیه‌هایی هستند که برای جهانگیر مجیدوف البته فشار زیاد است و در این لحظه‌های بسا مشکل مرکب و که امیدواری‌های ما از این چهره امیدبخش زیاد است و محض در وزن تا 100 کیلوگرم از میانی آن همه چهره‌هایی که برآمد کردند محض سامانی کشورов تا این لحظه‌ها باقی مانده است و خود جهانگیر مجیدوف که برای البته این دو چهره امیدها گفتیم زیاد است و اکنون در این لحظه‌ها می‌بینیم که برای دریافت کردن موقعیت بهتر تلاش‌ها را پیوسته انجام می‌دهد. همکنون سری آستین را بهتر دریافت نموده است و حالا باشد می‌خواهد که دست راستش را از کمربند یا اینکه سر گریبان حریف گذراند، اما تا این لحظه‌ها با این چیز موفق نمی‌گردد. اما دست چپ حریف را بسیار خوب و مستحکم داشته است. البته دیروز چطوری که ما شاهد گشتیم در دو وزن مردانی که بودند نیروسنجی‌ها ادامه یافتند، توانستیم که در وزن تا 73 کیلوگرم و تا 81 کیلوگرم نشانهای طلا را به خزینه دستاوردهای کشورمان ضم بسازیم. همکنون امیدواری‌ها باز به این روز رقابت‌ها است که کدام از پهلوانان ما می‌توانند آن نتیجه‌هایی که دیروز و روز پیش از این روز یکم نیروسنجی‌ها البته که به دست آوردند آن را تکرار بسازند یا اینکه یگان مدال ضم گردد به خزینه دستاوردهای گرند اسلم دوشنبه 2026 تا اینکه ما در رده‌بندی بهترین ها حالا که قرار داریم همین را حفظ نموده در موقع اول البته که قرار داشته باشیم. اینجا یک حرکت بسیار خوب بود از جانب گریگوری که البته بعد از یک پایزنی سر وقتی توانست امتیاز یوکو را به دست بیارد. اکنون باید که جهانگیر مجیدوف کار خود را تقویت بهتر بخشد و در این اسناد باید که از هر عملی حریف هم به خوبی حفاظت کند خود را. اینجا یک حالت بسیار خوب است، اما در این حالتی که دیدیم قریب بود که جهانگیر مجیدوف هم باز از اشتباه نوبتی خود البته امتیاز از دست بدهد. اما در این لحظه های بسا مشکل من باید که جهانگیر مجیدوف دست خود را از این حالت مساعدی که برای حریف است با آسانی بدهد. بله، یا دوبار هم اشاره میکند که باید رقابت از حالت راستا ادامه یابد. این رقابت دویومی جهانگیر دور دویومی نیروسنجی است. البته برای جهانگیر مجیدوف اولین رقابت محسوب می‌یابد. در دور اول آزاد بود و خود نماینده کشور بریتانیای کبیر هم مثل جهانگیر مجیدوف البته که در دور اول آزاد بود و اکنون هر دو با نیروی تازه با روحیه قوی به میدان آمدند و اکنون ما باید که در این لحظه ها از جانب جهانگیر مجیدوف امتیاز را البته انتظار بودیم، اما در این پرتاختی که حریف اجرا نمود توانست باز امتیاز وزری را به دست بیارد. اکنون در ادامه کار جهانگیر مجیدوف دشوارتر خواهد شد. با یک امتیاز یوکو و وزر پیشرفتی را اکنون نماینده کشور بریتانیای کبیر ماکس گریگوری به دست می‌آورد. البته در این لحظه هایی که بله اینجا بسیار جای افسوس است، امتیاز وزر بیکار و امتیاز ایکان به گذاری کرده شدن، حالتی که اون هم پرتاخته که از جانب
تعریفی جهانگیر مجیدов ماکس گریگوری انجام داده شد. همکنون دیگر ما در ادامه جهانگیر مجیدов را نمیبینیم و همین ترتیب از ادامه نیروسنجی ها بینصیب میماند. در وزن تا 100 کیلوگرم اکنون همه امید به سامانی کشورов باقی میماند که در دور اول توانسته بود بیبیت مادیев